to the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when I turned around and revealed all the truth, no escape. Point blank. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again, even in crowded rooms with all your friends. خب تا اینجا رسیده. ماشین زیاد خوب نشد ولی خب اوکیه. این پنجره ها رو باید براش پنجره بکشم ولی نگاه لخته. اینم همینطور. این بالکونه، اینو خرپشته است، این دره، اینا تیر برقن، اینجا یه جاده خورده. فعلا تا اینجا. خب اینم محصول نهایی. پنجره‌های اینور، پنجره‌های اینور، گلش، درش سنتیه. میدونم این مدرنه ولی درش چرا سنتیه؟ ما سبکمون اینطوریه دیگه. حالا بعد بالکنشو دیدین؟ عاشق بالکنشه. نمی پنجره اینجا، سه تا پنجره اینجا، یه بالکن اینجا. قشنگ شد دیگه. اینجا خیابونه. همین. سلام، روزتون بخیر باشه. من یه پایدارنی جدید خریدم، میتونیم تولید محتواهای جدید داشته باشیم. و اینکه امروز روز یک شنبه است. بعد ماشینا رد میشن، هنوز خجالت میکشن. امروز یک شنبه است، دارم میرم باشگاه. ساعت 8 خورده، 7 خورده، 8 و نیمه. بعد همین. امروز تولد خواهرم مهرانه است و میخوام بریم با هم دیگه صبحونه بخوریم بعد از باشگاه من. بعد کلی برنامه‌های اینجوری داریم که تولدش خوش بگذره بهش. دیگه اینکه من کتابمو به یه جاهای خوبی رسوندم، یعنی جلد دوم اینجاهاش هم. یه جلد دوم هم نیست، آره دیگه، 2 تا جلدش تو یکی. اینجا نمیشه جلد اول و دوم. تو جلد دومش هم داره تموم میشه. سر همین همه جا با خودم میبرم، شب و روز بیدارم. دیشبم کلا نخوابیدم تا صبح چون داشتم کتاب میخوندم و یک سریالی میدیدم به اسم کلونی. در عکسش واسهتون میذارم. زامبی و محشر. اینقدر قشنگ بود. من فکرم 6 ماه منتظر اینم که این سریال بیاد. بعد اینقدر بهم کیف داد دیدنش. ولی مثلا اینجوری بودم که یه ذره میترسیدم و هی رفتم محتوای چرت و پرت این رو دیدم که یه ذره سرم آزاد بشه از اون زامبیا که خواب نبینم، که آخرم خوابم نبود. همین میخواستم اینا رو بهتون بگم. امیدوارم روز خوبی باشه. حالا واسهتون ولاگ میگیرم. فعلا.
اومدم و دارم میرم دنبال خواهرم به این فوگونه و این فوگونه. من تمرین امروز خیلی خوب بود با اینکه مریض بودم ولی رسید. یعنی همه چی اوکی جوره رست. بعد اینکه خواهرم تلفنش جواب نمیده، من نمیدونم باید چیکار کنم. Well, I know how you want it to seem. بامسته پیسی بیا با من دوست شو باشه. چقدر نشیدی تو پیسی کوچولو. بامسته ارسیه نه بریم حیات فولادی. حیات فولادی کجاست؟ این چیه؟ خره. چه سازی داری امروز متولد شدی؟ اساس خاصی ندارم. من چرا نیستم؟ بیا من دیشب نخوردم پرات برسیم. چرا نخوردی؟ برای اینکه خوابم نبود. چی خوابم نبود؟ یعنی داشتم فیلم ترسناک می‌دیدم دیگه نخوابیدم. فیلمتو تمام کردی؟ آره. حیات فولادی بیا بریم. Well, I know how you want it to seem. But we'll watch as it all plays out. From the crest of the wave that we broke upon, and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when it turned around and revealed all the truth, no escape. Going back. خب من از اینا 12 تا کشیدم. بعد اینجوریه که به شماره 1 رو پیدا کنم. این 4 11 شماره گذاشتم همه رو. 9 اینا 1 از همه اینجاش پهن‌تره. خب
بعد مثلا شماره 12 از همه نازک‌تره. قراره انگار مثل این که دور میاد بالا و بعد اینجوری میاد پایین. حالا واسه‌تون میذارم گیفشو. سلام، صبحتون بخیر. من دیر کردم خیلی زیاد. ساعت 8 مثلا 22 دقیقه است. من 8 نیم کلاسم شروع میشه، چون که دیشب خیلی دیر خوابیدم. ساعت 5 اینا خوابیدم. شاید بپرسین چرا؟ یعنی چرا ساعت 5 نیم گرفتی خوابیدی؟ فقط یه دلیل داره. یه بازی ریختم تو گوشیم به اسم فلاور فورست. عکسش رو واسهتون میذارم. معماییه. ببین اینقدر این بازی قشنگه ها. من داشتم اونو بازی میکردم. من راستش بهونه بود، چون اگه اونم نبود میرفتم مثلا یه چیز دیگه میدونم. خاطر همین زیاد نمیشه خورده گرفت. بعد اینکه کتاب کلیدر 100 صفحه آخرشه. 100 صفحه آخر جلد دوم. امیدوارم خیلی لرزشی نباشه و صدام برسه. آره خلاصه کتاب وضعیت خوبیه. از اون طرف یه بازی خوب دارم تا مساعده. بعد همین. حالا بعد از باشگاه رو میبینم. خدا نگهدار. سلام از بعد از باشگاه. امروز خیلی خوب بازی کردم. تونستم جلوی یه دونه گلو بگیرم و خیلی راضی بودم. ولی پای راستم خیلی درد میکنه. نمیدونم آسیب دیدم یا اینکه پام داره قوی تر میشه. این مثلا نمیدونم. الان میرم خونه. اولی آدم آب میخورم. بعدش میگم بخوابم تا نهار مثلا بخوابم. مثلا 10 ایناست. تا نهار بخوابم یه ذره سرحال شم. برنامه امروز بتونم جلد دوم تمام کنم. Well, I know how you want it to seem, but we'll watch as it all plays out. From the crest of the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way